دارم با زندگیم چی کار میکنم؟ من زندم آره 75 سال. اگه خوششانس باشی همینقدر زمان گیرت میاد، شاید یکم بیشتر یا حتی کمتر. 75 بهار، 75 تابستان، 75 پاییز و 75 زمستان. وقتی اینطوری بهش نگاه میکنی زمان خیلی کمیه، نه؟ دیگه وقتشه چیزای الکی و بیارزش رو رها کنی و برگردی به چیزایی که واقعا اهمیت دارن. میشه به جای تنفر بیشتر عاشق باشیم، میشه به جای ترسیدن بیشتر زندگی کنیم، میشه شانسمون رو امتحان کنیم و دنبال چیزایی که واقعا دوستشون داریم بریم، میشه با عزیزانمون بیشتر وقت بگذرونیم. زندگی خیلی کوتاهه، ازش استفاده کن.